سلام عزیزای دل، خوش آمدین به یک برنامه دیگه. ما امروز خواستیم یک اشکمبه درست کنیم که ما شما اشکمبه میگیم، نمیفهم که دیگران چی میگه. دیگه مواد لازم میشم است. شکمبر ما قبلا دوستای عزیز پاک صفا سوتره شستیم و کتیه و نمک و سیر چیزا هم یک جوش داده میشه که کلان خونبوی بیاش یک طرف شوه. دیگه روغن است و رب است، نمک هم، مرچ سیاه، زردچوبه و پودر پاپریکا، سیر و پیاز و بانجان. من قبلا کل چیش آماده ساختم، به خاطر گفتم تایم ویدیو زیاد نشه و شما دوستا خستکان نشه. روغنم دیگه ماندیم داغ شده، از دیگه ماندیم گرم شوه. به این مقدار روغن مندازیم. روغن زیتون است، البته برای غذاست. روغن زیتون از غذاست چون خیلی خوب است اگر آدم بتونه استفاده کنه. روغن میمانیم یکم داغ شد، پیاز مندازیم. روغن ما داغ شد، پیاز مندازیم که پیاز هم خوب داغ شد. کسایی که یاد داره خدا یارش، کسایی که یاد نداره با بسیار این طریقه آسان میتونه که از این ویدیو برای خود جور کنه. خیلی طریقه آسان که این مواد چیزایی که من مندازم کلش در خانه پیدا میشه. دیگه خیلی طریقه آسان. حالا هر کس ببینیم با مو چیزی خود یک رقم جور میکنه. مثلا هر کسی را یک رقم با او زردچوبه و سیریا جوش میده، نوش جان میکنه که باز یک روز به اون طریقه هم بر شما درست میکنم. دیگه من امروز خواستم میره یک گمت یک خورمگک جور کنم و با دال ناخود و روب چیزا. پیازا یکم ذره سرخ شوه، باز روب هم مندازیم و بانجان میره. پیازه که به این اندازه سرخ کردیم. حالا سیری که میده کرده بودیم، چون میده کردن و سیر و پیاز و بانجان اینا را خود دوستا خودتان بلد هستین چی وقتتان بگیرم. دیگه قبلا میده کردم که ویدیوم کوتاه‌تر شه و خسته کن نباشه. سیر انداختیم. حالا اشکمبر که پاک صفا سوتره شده میره که از این یک دفعه باز این سرخ میکنه میشه. خودتان میخوام یک جور دیگه یکم داره خانبوی یا زیاد است. چند باری ما یک دفعه خوب پاک کردم، باز کتی سرکه و یاده و ماندم که در ویدیو که یک ویدیو دیگر که پوست کردیم رو سعی کنیم. در او پاک صفا سوتره را شستیم، میده کردیم و یکم نمک زده بودیم مانده بودیم فلیزر. امروز گفتیم بیا که امیر درست کنیم. خوب یکم ذره یه تو که پیازا سرخ شوه. همین قسم خوب سرخ شد، همراه پیاز و سیر و روغنش جدا کرد، خود موش خوش شد. خوب بوی مویش کلش از بین رفت، بسیار یک خوشبویی به خود گرفته. این مساله دیگه مندازیم. زردچوبه و پاپریکا است، پودر پاپریکا، نمک است، مرچ سیاه است. خیلی کم مندازیم که تون نکنم. دیگه خوب که ازی را سرخ میکنیم. این مساله دیگه که در روی روغن سرخ کنی بسیار یک بوی خوبش خیلی مزه‌دار میشه. اینجا کم برنجم گفتم جور کنیم در پالیش که با برنج خیلی مزه میشه. جایتان خالی دوستای عزیز. عزیزای دل کامنت کنین که چی را خوش دارین، چی براتون پخته کنم. شما فقط فرمایش بدین که چی را میخواین براتون جور کنم. چیزی که یاد ندارین برام بگوین که من براتون جور کنم. کسایی که یاد داره دیگه خدا یارشان. حالا روبشان مندازیم. خوب دمی روغن رب سرخ شد. روب میکم از ذره چی است خام از یک قسم بود. یک داره که توی در روغن سرخ نشه.
هم تو خوبی رو سرخ میکنیم. اگه طالا به این طریقه پخته نکردین یک بار به این طریقه پخته کنین، اگه مزیتون نداد بیاین باز به کامنت نوشته کنین ببین خیلی مزدار می عزیزای دل. به این قسم سرخ شد، خوب سلواب آمد. دمیتو هیچ همو نداره. حالا بانجان هم اندازیم. همه قسم میمونیم بانجانایشون خوب سرخ شوه. باز ای ذره و جوش مندازیم، یک بخار میدیمشم. بانجان هم موندیم یکم نرم شد. این قسم لواب شد کلان. حالا و جوش مندازیم میره میمونیم که دیگه زیر از چیز امی حرارت اجاق زیاد نمیمونیم، به خاطر که همیشه غذایی که پخته میکنین به نظر ما البته اجاق گاز که هرچی حرارتش پایین تر باشه غذا خیلی خوشمزه میه. دیگه نمیفهم دوستا شما چه قسم میکنین. من خواه همیشه که خیلی حرارت از این ملایم بوده، دیگه زودتر پخته کردیم ماندیم آرام آرام پخته شده، خیلی خوشمزه آمده. حالا ما جوش ای انداختم، یکی همیشه در دیگ ما او جوش مندازم او خام نمندازم که مزه همو چیره خراب میکنه. اگر شوروا باشه، اگر هر چیزی که باشه دیگه او جوش پرتین بهتر است. دیگه من میمونم آرام آرام یک بخار بگیره، اوشم کم میشه. اینجا دال نخودم تر کردیم که بخیر رو نرم شد، یک کم زر نرم شد، باز دال نخودم مندازیم یک بخار دیگه بگیره. عزیزای دل، هر چیز که شما دوست دارین در کامنت نوشته کنین. اگه مربا دوست دارین، ترشی، چکنی، هر چیزی که دوست دارین، سالاد باشه، هر رقم سالاد باشه دیگه، از غذا هر چیزی که دوست دارین، چیزی که یاد ندارین. البته کسایی که یاد داره دیگه با اونا نمیگم، کسایی که یاد نداره هر چیزی که دوست داره بگویم ما برش جور میکنم، هر چیزی که خوش داشته باشه. اینو بسته میکنیم میمونیم که یک بخار بگیره. به بسته کردیم میمونیم بخیر که یک در 20 دقیقه واره یک بخار بگیره. دیگه اون طرف هم برنج موندیم، برنج تا وقت جور میکنیم تا پخته میشه. دیگه تا آخر ویدیو را باشین عزیزای دل. یک بخار دادیم پایین که گفتیم ببینیم نرم شده نشده. قسم شده هواش هم کم شده. حالا میبینیم اگه نرم شده بود دال نخودمون لازم میمونیم که یک بخار دیگه بگیرم. عزیزای دل اصلا نرم نشده بود دیگه، پس سرش بسته کردیم و جوشم انداختیم موندیم دیگه که چونی خیلی یک ذره به سختی نرم میشم. گفتم باشه دفعه ببینیم که هواش کم نشده باشه که حالا قضامتم کشیدیم نسوزه دیگه. نرم اصلا نشده بود، یک ذره جوش انداختیم موندیم دیگه که هم تاستا تا نرم شد. عزیزای دل برنج ما که دم گرفته دیگه، یا یک بخار گرفته دیگه، تقریبا یک بخار دو بخار دادمش چون خیلی سخت جوش بود دیگه. یک ذره نرم شد. دال نفتار انداختیم میمونیم که یک بخار دیگه بگیرم دیگه تمام جیگرها. عزیزای دل بالاخره آمده شد و بسیار سختی نمیفهم که شوخی روا باشه که شکمبه گوسفند بود، گوساله بود، گومش بود، خلاصه خیلی دیگه به سختی نرم شد. بالاخره جور شد و اینجام که برنج یک ذره دم کرده بودیم و خدا کنه که از این طرز تایی که من شکمبه رو جور کردم خدا کنه که خوشتون بیای عزیزای دل. دیگه حمایت کنین، لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین تا بتونم ویدیوهای کوتاه، ویدیوهای جالب براتون آماده بسازم دیگه. شما را تا ویدیوی بعدی به خداوند یک تا مسپارم. شاد و موفق باشین عزیزای دل.